برای شهروندی روسیه شدم بعد از زاکس با همسر خودم جدا شوم یا با این نکاح ما یگان خطر دارد یا نه؟ یعنی کسایی که برای شهروندی شدن گражданини روسیه شدن از زاکس جدا میکنند. سوال دیگر، زن یکم شوهرش را مجبور میکند که زن دوم را 3 طلاق کن. مرد 3 طلاق میکند ولی زن دوم در آنجا حضور ندارد. این طلاق میشود یا نه؟ سوال دیگر، درباره بانک پول مانی و فایده‌اش را گرفته به فقیرها خیر کنی جایز است یا نه؟ اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. الله مهربان دعا میکنم که خداوند میل های شما را، محبت های شما را با بسوی دینش زیاد بگرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند بیماری ها من شفای کامل دهد. مهاجرها و مسافرهایی که از این ملک ما هستند خدا همگی تان کاراتون در برار برکت دهد. سختی ها و مشکلات هاتون با فضل کرمش دور گرداند و امروز که بسیاری شما سعی و تلاش دارین که خاندان تان بیاین، به وطن تان بیاین، خدای مهربان این ساعت ها و این روزها را هم برای شما آسان گردانم و اینم که سببش این دردی بگیم بیماری عالمگیر شده است. خدای مهربان این درد هم از بالای جمیع عالم، از جمیع مردم خدای مهربان دور بگردانم و خدای مهربان دعا میکنیم که خداوند در این ملک ما، در این دیار ما همیشه خوشی ها و همیشه خوبی ها را بردوام نگه دارد و هر کسی که امروز نیتی نیک دارد، گمانی نیک دارد، همیشه گویم قدمی نیک دارد، خداوند خیر دنیا و آخرت نصیبش بگرداند. همه گذشتگان ما را خدا رحمت و مغفرت کند و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک مانه با فضل کرمت حاصل بگردانی. برادران عزیز و گرامی، یک چند سوال هایی هست که میخواهم جوابش را با سمع شما رسانم. الحال انشاءالله شروع میکنیم. سوال دیگر، زن یکم شوهرش را مجبور میکند که زن دوم را 3 طلاق کن. مرد 3 طلاق میکند ولی زن دوم در آنجا حضور ندارد. این طلاق میشود یا نه؟ برادر عزیز و گرامی، در مسئله طلاق کردن حاضر بودن زن شرط نیست. فقط شنیدن و حاضر بودن فقط برای نکاح است. در نکاح زنی را که باید تو نکاح کنی باید که وای باشد. زنی را که باید تو نکاح کنی باید بخشیدن قبول کردن بشنود. لیکن در طلاق این نیست برادر عزیز. در طلاق اگر هیچ کم نباشد، خود تا کم باشی، با زبانت همین قدری بگویی که من زن طلاق کردم یا 3 طلاق کردم، اگر همی گوشت همون صدا تا بشنوه، همون طلاق واقع می شود. هیچ کم که نباشد، زن هم که نشنوه، خودت با گوشت همون آوازی خود تا بشنوی، طلاق واقع می شود. یا طلاق اگر با طریق دست یک برادر بگوی میره برای همون زنی مرا بگو که من طلاقش کردم، یا یک مکتوب بنویسی رای کنی،
اگر هم تصدیق شوند البته طلاق واقع می شود. سوال دیگر، درباره بانک پول مانی و فایده‌اش رو گرفته به فقیرها خیر کنی جایز است یا نه؟ یعنی آدما پول میبرند در بانک میمونند، بعد فایدش میگیرن فقیرها را میتن. مقصد ذخیره کردن در بانک یا برای حفظ مالتان هیچی باقی نداره. شما برین مقصد پولهاتون در بانک ها هم که مانین از مقصد حفظ کردن تا یگان زلال زیان نویه. ولی اگر به شرطی که مثال ملک غیر مسلمان باشد، چندین بارهای را ما گفتیم در مذهب خودمان معامله بانکی با آدمای غیر مسلمان درسته، یعنی فایزش هم که بگیرین استفاده کنین چی باقی نداره. فقط فایز بر مسلمان با مسلمان در اجازت نیست. ولی اگر وقتی که از بانک های مسلمانی هم که فایزه گرفتین بردین در دست یک بیچاره و ناتوان هم که دادین، که یک حاجتی وای تمام می شود. مقصد میبری ایموسم یگان چی یک میخریمیتیش حاجتش بود می شود، حاجتش برآورده می شود. ولی وای همچون خیر بگوی در نامه اعمالت نویسانده شود، اینش نویسانده نمی شود. ولی به هر حال حاجت برآورده می شود. بابای حاجی، برای شهروندی روسیه شدم، بعد از زکس با همسر خودم جدا شوم، یا با این نکاح ما یگان خطر دارد یا نه؟ یعنی کسایی که برای شهروندی شدن، گرجدنی روسیه شدن، از زکس جدا میکنن. البته وقتی از زکس جدا کردین یک طلاق باین میشود. یعنی باید از سر نو برادر عزیز شما باید که با از سر نو نکاح کنید، زیرا شما این طلاق باینه. خدای نکرده اگر یگان بار دیگه با یک دو طلاقش کنی با یک طلاق با اینا یک جا میشون، جمع میشون. برای همین شما کردین شهروندی را هم که گرفتین، از سر نو با چیکار کنین؟ نکاح کنین، انشاءالله درسته. کلمه الف چی معنی دارد؟ و اگر گویی که جنس خدا زن یا مرد است، یا دست و پا دارد یا ندارد، این شرک است نزد خداوند. برادر عزیز، کلمه الف چی معنی دارد؟ انا این خیلی معنی نآمده است. مثلا ما 30 حرف داریم در الف ب ت س جیم میگیم. همون الف قطعی حمزه انا 30 حساب میخورد، لیکن اگر هر حرفی ا حساب کنیم 29 تا میشه، 29 حرفه. الف چی معنی دارد؟ اویی که در قرآن ما الف لام میم، اکو اونها را برادرای عزیز انا سیرهای قرآن میگن، یا را از حروف مقطوعه میگن، با بگیم یعنی سکرت های قرآن میگن. ولی مفسرها هر چی معنا کردن، ممکن الف انا آداب هم میگن، الف عبادت هم میگن، الف الفت هم میگن، لیکن آنچه را که الله میداند همینها با خدا رحمتشون کنند. مفسرها را میگن که خدای مهربان داناست. برای همین ما هم نمیدانیم الف چی معنی دارد، ب چی معنی دارد. این فقط یک الفبا. چون در الفبای خودمان ا داریم، ب داریم، مثال و داریم، س داریم، اکیو رو معنا نمیکنن. ایو فقط برای آموزش است، برای مثال بگیم که پیوست کردن کلمه ها استفاده میشن، تا یاد گرفتن خواندن میشن. این خیلی اینها رو معنا نمیکنن. خدا رحمت کنه عزیزای خدا را میگفت 29 حرف سیاه پوش سیاه دل جمع شد، از دل تاریکی آنها نور ایمان یافتند. حکمی 29 حرف الفبای عربی را به نظم در آوردن. 29 حرف سیاه پوشی سیاه دل جمع شد، از دل تاریکی آنها نور ایمان یافتند. چقدر یک معنای بلندی داره برادر است. معنا یعنی همه حرفای همین سیاه پوش یا سیاه دل، معناش همیه که
از دل تاریک اینها نور ایمان یافتند. یعنی خواندن این، تعلیم گرفتن این برای تو اخیر چی میارد؟ همون به ایمان و به نور ایمان و به همین راه نیک ترا برده میرساند. ولی خداوند برادر عزیز اینجا دا گفته است که زن بگیم یا مرد بگیم، یا اینکه مقصد انا خداوند بگیم دست داره، پا داره، آیا اینها مقصد انا آیا اجازت یا نه؟ اجازت نیست برادرای عزیز، هیچ وقت اجازت نیست. خداوند به هیچ چیز نسبت دادن اجازت نیست. حتی بینین آیت قرآن داریم، من سوره شو بینم، در سوره شورا آیت 11 خداوند میگه لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله بزرگ و توانا به هیچ چیز مانند نیست. ببینید مانند خداوند یگان مخلوقش مانند خودش نیست و او الله شنوا و بیناست. یعنی خداوند در قرآن واژه کلمه ید آمده است، یعنی دست آمده، دست خدا، ساق خدا، بین روی خدا، وجه آمدگی های، ساق آمدگی های، ید آمدگی های، بینین همینا آمدگی های. ولی مثال سمیع آمدگی های، بصیر آمدگی های، شنونده است، بینا هست. لیکن برادر عزیز نه مثل این شنیدن ما با گوش، نه مثل با چشم دیدن ما، اینها را نمی شود. همانا یعنی اینا صفتی هست میگه از برای الله جل جلاله، لیکن آن هرگز به معنای عضو و اندام نبوده، بلکه با معنایی است که شایسته به ذات اقدس اوست. یعنی هیچگاه ما برادرای عزیز و گرامی نمیتونیم که دست مثال وقتی میگیم اشاره کنیم به دستای خودمان، یا روی میگیم اشاره کنیم با روی خودمان. نه، یعنی همه اینها میگه چی است؟ اینها میگه شایسته به ذات اقدس اوست. هیچ کس برادر عزیز از این آگاهی نداره. برای همین بسیاری از این گروه های بودن مثل گروه های مشبهه و مجسمه و که حتی اینها برادرای عزیز الله مهربان چخیلی که امروز کلمه الرحمن علی العرش استوا، کلمه استوا را یعنی خداوند اینها همین گروه های مجسمه که خداوند همچون جسم قائلند، یعنی مقصد چون چی های؟ خداوند در عرش نشستگی های. یا را گروه های مجسمه میگن. اینا بسیار گروه های خطرناک هم برادر عزیز. او آدمی که خداوند همچون جسم قائل باشه و این مسلمان نیست، که اینها حتی میگن خداوند در عرش قرینه، در عرش قرار گیری به معنای در عرش نشست. این بسیار یک سخن وزنی نه. وقتی که اگر خداوند در عرش نشستگی باشد، ما حدیثی را خواندیم که حضرت سعد ابن معاذ وقتی از دنیا گذشت پیامبر گفت عرش خدا لرزید، عرش خدا جنبید. مراد از عرش مخلوق و عرش. خداوند نیازی به مخلوقش نداره. مادام اگر در عرش نشستگی باشد، وقتی عرش که جنبید خدا همه جنبه نعوذ بالله. آیا این یگان عیب نقصان بعد در راست خدا نمیشود که خداوند یا خداوند در بالای عرش بود و عرش جنبید؟ نه برادر عزیز، این اعتقادها را قبول نکنه. ولی من انشاءالله خدا در کجاست برای شما علما اثبات میکنم. آیت هایی که در این باب آمده است چی معنا دارند، حدیث هایی که در این باب آمده است چی معنا دارند. هیچگاه این را قبول ما نداریم که خداوند در عرش قرار گرفت یا نشست. یعنی نشستن در عرش یگان مذهب، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، هیچ کدام اینها قرار گرفتن خداوند در عرش قبول ندارن. انامیا را گروه های مجسمه میگن. با مشبهه داره. مشبههش برادر عزیز حتی اینهاش با بدبختیشون در این است که خداوند با پیرمرد
یا خداوند به یک جوان نسبت میتن. گروه های جهمیه داریم، معطله داریم که اینها با تماما خدا نمیشنوه، خدا نمیبینه، خدا مقصد دست نداره. چی عقیده های باطل های هستند؟ برای از اینها بسیار احتیاط کنین. فقط این قدر دانیم برادر عزیز و گرامی که الله ما بزرگ است، خدای ما بالاست، خدای ما برتر است، برتر از عرش است. و همچنان در مسئله آن یدی که میاد، دست میاد، روی میاد، بینین اینها را ما برادرای عزیز همون خدای مهربان لیس کمثله شیء نیست، هم مانند ندارد الله مهربان. هیچ مخلوقش به او مانند نیست. در دست گفتن، در روی گفتن مقصد ما عضو و اندام نباشد. این شایسته به ذات اقدس الهی است. تمام. از این برادرای عزیز دیگر ما و شما باید فراتر و بالاتر و دیگر نریم که تا از همین رویه های مجسمه و مشبهه و جهمیه و معطله و از همین گروه ها با ما و شما به حساب نرویم. خدای مهربان ایماناتون کامل کند، خاتماتون به خیر کند و الله مهربان دعا کنیم که این سوال هایی را که برادرای ما، خواهرای ما ارسال میکنند که سببی با دانستن هزارها آدم دیگه می شود، خدای مهربان عمر دراز ایمان کامل تانتید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.